چی کار میکنم من اینجا اصلا چی باید بگم اولین ویدیو؟ نظر شما چیه؟ سلام خدمت 24 سابسکرایب گرامی من که دارن این ویدیو رو میبینن. البته شاید هم خیلیشون نبینن. حقیقتا گفتم یه ویدیو بگیرم، یعنی سبک ویدیوهای من کلا قراره همین شکلی باشه، ویدیوهای بلند، ویدیوهایی که مثلا دارم میگم 10 دقیقه است، 20 دقیقه است، بعضیش نیم ساعته. یه سری ویدیو شورت حالا گذاشتم، بودم اول چنل حتما تو چنلمون باشه، تو ادامه روندم قطعا این ویدیو میذارم، ولی کل کار ما با این ویدیوهای بلنده که راجع به عکاسیه، راجع به چالشاشه، نمیدونم ولاگ عکاسی داریم، نقد و بررسی داریم، آموزش داریم، کلی ویدیو راجع به عکاسی. یعنی حالا این 24 سابسکرایب گرامی که اکثرا آشنا و فامیل و اینا، ولی خب قطعا کسایی که جدید میان این ویدیوها رو میبینن باید از این سبک آدما باشن، آدمی که به عکاسی علاقه داره، آدمی که حرفش اینه، مدل فلان، از پشت صحنه دارن سرفه میکنن. سرفه کن راحت. راحت سرفه کرد دوستان. دیگه بالاخره اولین ویدیو دیگه، همه چیز خیلی طبیعی باشه. گفتم یه ویدیو بگیرم براتون، خودم صحبت کنم، خودم معرفی کنم و بگم که آقا اصلا این چنل برای چیه، محتواش قراره چی باشه و قراره چی کارا بکنیم. میشناسید حتما منو، شما کسایی که دارین ویدیو رو میبینید، شاید یه سری هم نشناسن، حالا مثلا یه دونه ویو هم حالا بخوره از رو ساجستی، نمیدونم چیزی. 5 ساله که تو این حرفم، هم عکاسی هم فیلم برداری. از عکاسی شروع شد همه چی، هنوزم عکاسی میکنم، کمتر یکم، الان دیگه فوکوسم کلا رو فیلم برداریه. یه پیج اینستاگرامی داریم با همین اسم، ادوانس استودیو، که فعالیتش کم و بیش دست خودمه، ولی خب خودم کل فعالیت و فوکوسم الان رو یوتیوبه. یعنی اونو دادیم به یکی از بچه‌ها کاراشو هندل کنه، البته فقط به اسم دادیم به یکی از بچه‌ها، الان داره ویدیو رو میبینه. همه کارای اونم باز دارم خودم میکنم، ولی خب به اسم دادیم به بچه‌ها که این فعالیت برامون انجام بده. بعد خودم کلا دیگه تو یوتیوبم آقا دیگه. حالا یه ویدیو هم میخوام براتون بگیرم در مورد نقد و بررسی عکاسا که فکر کنم خیلی باحال باشه. چند تا موضوع داریم ما دوستان، حالا حتما من تو پیج که میذارم و تو یوتیوبم میگم نیاز داریم مثلا چه میدونم چند تا عکاس بیان ما همکاری کنن، چند تا از مدل‌ها بیان راجع به حرفه صحبت کنیم و چند تا نقد و بررسی جنجالی داریم. امیدوارم که کسی ناراحت نشه. راجع به همه میخوایم صحبت کنیم. این یه سبک از ویدیو همونه. ولاگ عکاسی داریم که قراره عکاسی که میریم و کلا ولاگ بگیریم و ازش ویدیو بذاریم براتون که چجوری عکاسی میشه و این داستانا. یه سری ولاگ روزانه داریم که ان شاءالله اونم حتما قراره بگیریم. همینجوری میریم تو شهر از مردم عکاسی میکنیم، نمیدونم یه ویدیو این شکلی طور حالت دیلی. بعد ویدیو آموزشی داریم واسه اون آدمایی که دوست دارن آموزش عکاسی، فیلم برداری، نرم افزارا، فتوشاپ، پریمیر، همه چی، همه نوع آموزش طرفن. البته اونا بیشترش میره تو قالب همون ویدیوهای کوتاه، ولی خب مثلا دارم یه سری از آموزش‌ها رو هم توی ویدیوهای لانگ براتون میذارم. خب اسمو من گفتم آقا بهتون، مثلا اول کارم بعد اسمو میگفتم، این یه ذره با این فضا آشنا نیستیم هنوز، نمیدونم چجوریه. اسمم علی طاعتی، بعد سنم 23 ساله، دانشجوی مهندسی نفت بودم که اصلا هیچ ربطی به این قضیه نداره. بعد کلاس عکاسی رفتم، چند تا ورکشاپ رفتم، دوره گرفتم. البته میشه گفتش که خودم شروع کردم عکاسی، یعنی هیچ آموزشی ندیدم اون اولش. میدونی چجوری شد؟ شروع کردم عکاسی و یاد گرفتم، فیلم برداری رو شروع کردم یاد گرفتم، بعد رفتم دنبال دوره و نمیدونم کلاس و این داستانا، کلا همه چی رو از ته اومدم به سر، نمیدونم چرا. آقا اولین ویدیو دیگه، عزا بپذیرید تا همینجا براتون میذارم. حتما بعد از این یه ویدیو براتون میخوام بذارم، ویدیو بعدیمو حتما ببینید در مورد یعنی ریاکت من به بقیه عکاساست. یه سری عکاس رندوم منم پیدا کنم، همین الان براتون ویدیوشو بگیرم. فعلا تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.